عیسی در شهری بود که در آنجا مردی از سر تا پا گرفتار بیماری پوست بود. آن بیمار عیسی را دیده روی به زمین نهاد و التماس کرد: خواجه، اگر خواهی می توانی مرا پاک سازی. آنگاه عیسی دستش را به او رسانده گفت: البته می خواهم، پاک شو. و همان دم پوستش صحت شد. بعد عیسی به او امر داده گفت: درباره این واقعه به کسی نگوی، بلکه راست نزد کاهن رفته خود را نشان ده. بعد برای پاک شدن خود چطوری که موسی فرموده است قربانی بکن تا به مردم شهادت گردد. اما به این نگاه نکرده آوازه عیسی تا رفت پهن می شد. شماره زیادی مردم برای شفا یافتن از بیماری های خود و شنیدن سخن او در اطرافش جمع می آمدند. عیسی باشد برای دعا کردن به جای بی آدم می رفت. روز عیسی مشغول تعلیم بود. چند نفر از رویه فریسیان و استادان شریعت که از یهودیه و اورشلیم و تمام دهات جلیل آمده بودند در آنجا می نشستند. قدرت خداوند برای شفا دادن با عیسی بود. همین وقت چند نفر یک مرد شل را با جایگاهش برداشته آوردند. آنها کوشش کردند که او را به درون خانه درآورده در پیش عیسی گذارند. ولی از سبب بسیار بودن مردم درآورده نتوانستند. پس به بالای خانه برآمده بعضی سفالهای بام را گرفته شل را با جایگاهش به درون خانه به میان مردم پیش عیسی فرآوردند. عیسی ایمان آنها را دیده به شل گفت: دوستم، گناهایت بخشیده شدند. ولی استادان شریعت و فریسیان از دل گذراندند: او کیست که سخنان کفر میگوید؟ غیر از خدا کی گناه ها را بخشیده بیتواند؟ عیسی باشد فکر آنها را فهمیده جواب داد: چرا در دل خود چنین فکرها دارید؟ کدامش آسان تر است؟ گفتن آن که گناه های تو بخشیده شدند یا گفتن آن که برخیز و راه گرد؟ پس من به شما اثبات می کنم که پسر آدمی زاد در روی زمین حق بخشیدن گناه ها را دارد. او به شل گفت: به تو می گویم، برخیز، جایگاهت را برداشته به خانه ات رو. آن مرد در پیش همه در حال از جایش خیست و جایگاهش را که در روی آن خوابیده بود برداشته خدا را ستایش کنان به خانه اش روانه شد. همه به حیرت افتاده خدا را ستایش کردند و پر از ترس و هراس شده می گفتند: امروز چیزهای حیرت انگیز دیدیم.